سلام دوستان، من اهورا گیم پلی هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها امروز قراره که بریم با اسفنجی دوباره بازی کنیم و بریم شهر بیکینی باتم ببینیم چه خبر و چی کاره میتونیم توش انجام بدیم، ببینیم چه مأموریتی چه مأموریتی میخوایم انجام بدیم و چی کارا میخوایم انجام بدیم. بریم سراغ با اسفنجی ببینیم چی کار میکنه. لیتس گو. فقط قبلش حتما کانال آپارات ما رو دنبال کنید. اگه این ویدیو رو داری از آپارات داری نگاه میکنی، حتما کانال آپارات رو دنبال کن و زنگوله بغلش هم روشن کن که ویدیوی جدید برات میاد آپارات مطلعت کنه. و حتما ویدیو هم لایک کنی تو آپارات. اگه این ویدیو رو داری از چنل یوتیوب آپارات گیم پلی میبینی، حتما چنل رو سابسکرایب کن و زنگوله بغلش هم روشن کن که یوتیوب به خبر بده و مطلع بشی از ویدیو. و حتما ویدیو هم لایک کن. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها، بریم سراغ با اسفنجی ببینیم چی کار میتونیم انجام بدیم. بریم سراغش. بچه ها در اینجا لود میشه. وقتی بازی اومد من ویدیو رو متوقف کنم، بعدش وقتی بازی لود شد دوباره ویدیو بزنم. خب بچه ها، بازی لود شد، داره با اسفنجی میاد و میبینیم با اسفنجی که ساز دستشه، با اسفنجی گیتار دستشه، اختاپوس هم کلارینت دستشه. قرار که تو سوپرمارکت آهنگ بزنه. خیلی کار خنده. آخه با اسفنجی جای من یه آهنگ زدنه واقعا. که آخه این چه وضعشه آخه واقعا. آخه اینجا که نمیشه آهنگ زد که آخه. آخه باید یه کاری کنیم دیگه، باید آهنگ بزنیم که مردم شاد شن. آره باید مردم شاد شن. اگه شاد نباشن چی کار کنیم آخه؟ خب به هر حال باید آهنگ بزنیم بهمون یه پولی بدم. آخه یعنی چی پول بدن؟ یعنی چی پول بدن آخه؟ باعث من آخه چه خب ما آهنگ بزنیم پول بدن که چی بشه آخه؟ آخه برای چی؟ خب آهنگ بزنیم که چی بشه؟ خب بعد برای مردم آهنگ بزنیم که حداقل شاد بشن دیگه. آره باب راست میگه، باید براشون آهنگ بزنیم. اگه آهنگ نزنیم میخوایم چیکار کنیم؟ باید براشون آهنگ بزنیم که یه پولی بهمون بدن دیگه. من خودم هم هیچ پولی ندارم. خب باشه آقا قبوله، ولی خب از مردم پول بگیریم که آهنگ بزنیم که این درست نیستش. چیکار کنیم؟ خب نباید اینطوری آهنگ بزنیم دیگه. نمیشه که. خیلی خب بابا، حالا تو آهنگتو بزن. باشه بابا باشه، ما آهنگمونو میزنیم ببینیم چیکار باید بکنیم. بذار آهنگ بزنیم. صدای آهنگ چون نمیاد، قطع شده. چه صدا قاطی بازی شده. داره آهنگ میزنم. ای کلک واقعا. بگم بازی یکم اینورتر یکم بیان اینورتر. کجی رفتم توش آقای سوپرمارکت، بذار برات آهنگ بزنیم. باید شنیدم از آهنگ و باید برش آهنگ بزنیم. خدا چه زندگی. دوباره باید برش آهنگ بزنیم لولمون بره. بچه ها اینجا که میبینیم زیر نوشته که دو یه خط کج با 10 باید براشون آهنگ بزنیم. اگه تا 10 پر بشه یعنی ما کارمون رو درست انجام دادیم. باید این چیزی که ساز که ببینه رو باید تا آخر بزنیم که صداش پخشه و به یه لولی بدن. آها 3 شد، از 2 رفت 3. اینجا که میبینید دیگه بچه ها دیگه 100% میخوایم. من بذار من این قلمون در بیارم بهتون نشون بدم. اینجا ببین همینجا این نوشته 3 خط 10. اینو ما باید چیزش کنیم تا 10 برسیم که کارمون تمام بشه و لولمون بیشتر شه. اینطوری بچه ها بزنیم قلم. حالا آهنگو بزنیم.
چه زندگی خسته کننده. آخه این چه آهنگ زدنی واقعا آخه. واقعا آهنگ چرت و پرت آخه شد. بچه نمیدونم چه یه چیزی فکر کنم افتاد، احساس کردم افتاد. حالا خب به هر حال درست شد. خب حالا شد لولمون 4. باید که همینطوری ادامه بدیم تا لولمون بیشتر بشه. بچه اگه میبینید من موهامو کوتاه کردم. بذار من اینو بزرگش کنم. بچه ها میبینید که من موهامو کوتاه کردم. میبینید من همین چند وقت پیش کوتاه کردم. چند وقت پیش نه، همین چند روز پیش کوتاه کردم. آره بچه من چند وقت پیش کوتاه کردم. خیلی رخ گرفته. از 1 تا 10 به نمره مدل مو جدیدم نمره بدید. اگه از 1 تا 10 نمره به موام بدید موام چطور شده. اگه خوب بود تو کامنت رو برام بنویسید. خب بریم سراغ ادامه ویدیو. بریم آهنگ بزنیم و ببینیم دنیا دستی کیه. اگه بچه میبینید که من زیاد به دوربین نگاه نمیکنم، بیشتر به صفحه گوشی نگاه میکنم تا صفحه گوشی بیشتر نگاه میکنم تا دوربین، چون من زیاد به دوربین نگاه نمیکنم، بیشتر به صفحه نگاه میکنم. حالا اگه ایرادی هست دیگه بگین دیگه تو کامنت ها دیگه. حالا نظرات بکنم دیگه. به هر حال داریم ویدیو رو براتون میسازیم دیگه. حالا در حالا بذاریم ادامه بدیم آهنگ زدن. بذار یکم بریم جلوتر، انگار لولمون نمیدیم. چی بیاییم اینجا بزنیم. چه اینجایی اختاپوسو من نمیدونم چرا اختاپوسو با اسفنجی چرا خوب شدن، ولی تو کارتونشون واقعا خیلی بد بودن و یعنی با هم جنگ داشتن. یعنی این دو نفر با هم همسوین. من نمیدونم خجالت بکش. یه روزی با هم خوبن یه روزی با هم بدن واقعا. که کارتون هاشون که هر روز خودمون مشکل داشته. آره اگه با اسفنجی ندیدی حتما ببینید. البته برای بچه هاست ولی خب به هر حال آدم چون چیز باحالی هم هست دیگه، آمریکایی ها ساختن. ولی خب این دو نفر با هم جنگ داشتن تو کارتونشون. آقای چند دعواش میکرد باب اسفنجی، مثلا دعواش میکرد مثلا دیر میومد دعواش میکرد میگفت که چرا دیر میای باب اسفنجی، باید زود بیای سر کار تو. از این داستانا واقعا که با هم جنگ داشتن و این دو نفر با هم جنگ داشتن. البته 3 نفر فکر کنم درست داشتن. سلام آقای بیشتر باید بزنیم درسته؟ بیشتر بزنیم. هی زندگی. بچه میخوای من ویدیو رو متوقف کنم چون حجم ویدیو اینطوری زیاد میشه. من ویدیو رو متوقف کنم، هر موقع که رسید به اینجا من ویدیو رو دوباره میذارم براتون. پس ویدیو رو من متوقف میکنم بعد دوباره ویدیو رو الان ویدیو رو استاپ میکنم، دوباره ویدیو رو استارت میزنیم دیگه. بذار من این لول رو ببرم بالا بعدش دوباره ویدیو رو خب بچه دوباره برگشتیم. من برای 7 نفر تونستم 7 نفر آهنگ بزنم و اینکه بذار برای آقامون دعاشمون بزنیم ببینیم چه حال میکنه. دعاشمون داره میرقصه. نازم واقعا دعاشمون داره میرقصه. چقدر ریلکس میرقصه واقعا آجی، ریلکس میرقصه. خب برای 8 نفر چون ناپدید شد. او عجبا ناپدید شد. مگه میشه؟ نمیدونم واقعا تعجب آوره. خب بریم برای این آقامون بزنیم. داش حوصله نداریم میشیم. بی حوصله داره میرقصه. ببین اصلا خیلی بی حوصله داره میرقصه. ببین اخلاقش هم معلومه خیلی افتضاحه. برای 9 نفر تونستیم بزنیم آهنگ. بریم برای این آقا داشمون که زرد خردلیه. خردلی حاجی. بریم برای این داشمون. ریمیکس باکس باشد. به این داشمون داره با ریمیکسی میرقصه. حال کرد. خب اینم تکمیل شد و ببینید
برای 10 نفر تونستیم بزنیم. الان ما چیکار کنیم؟ خب بعد بریم سراغ خود اختاپوس. مثل این که علامت تعجب هم زده. خب اینجا که میگه این چیزا خب بکنم تموم شد دیگه. خب الان ما کجاییم؟ چطوری؟ اینجا رو ببین. اینجا رو ببین، جمعیت رو ببین. جمعیت اینقدر. خب الان من چیکار کنم واقعا نمیدونم. خبرنگار رو از این داستان ها اوش. let's go. مردم بزنیم دیگه. حالا الان چیکار کنیم؟ همه اومدن حاجی. هر اینایی که تو کار بچه اگه اینا رو میشناسید ببین بچه ها این کل شهر اومده. یا خدا ببین بچه ها بذار من یه چیزی بهتون نشون بدم. حتی نمیتونم زیاد برم جلو. مثل این که بچه ها اگه اینا رو میشناسید بذار من بیام جلو. بچه ها اگه واقعا اختاپوس اینطوری که خب اگه بچه اینا رو میشناسید، اینا که الان دارید تو ویدیو داری میبینید، تو کامنت ها برام بنویسید که کی هستن و چی کارا هستن دیگه اینا رو اگه بشناسید یعنی خیلی باهوشید و اینکه خیلی باهوشید و خیلی معلومه با اسفنجی نگاه کردی. اگه شما این کاراکترها رو بشناسی میدونید که اینا کی هستن. ولی خب من نمیگم، خودتون باید حدس بزنین دیگه. خب آقا بسیار حرف نمیزنم، فقط ما چی کار رو انجام بدیم. بوب اسفنجی بزنم بوب اسفنجی من چه گفتم بوب اسفنجی. او یا خدا باید برم سر جوی بجید چه نمیتونم اولا برم. اشیا سخت شد. آها من باید بیام این ور. من جایگاه همین ور اصلا یادم نبود. آها شکل میگه بازم. آها شروع شد. ای بلا همه دارن میرقصن بنازن. اگه بچه اینا رو میشناسی، اینایی که داریم ببینیم من این تصویر رو کشیم. اگه اینا رو میشناسی تو کامنت ها بنویسید. اینا که میدونی خانواده باب اسفنجی هستن دیگه 100% باید بشناسید دیگه. اینا خود باب اسفنجی داره گیتار میزد تو کارتونش هم گیتار میزد. واقعا خیلی مغزش پوکه. اختاپوس هم که میبینید چیکار چرا نمیکنه. آهان داره میزنه کلارینت داره میزنه به نازم. ببین چیکار میکنه داشته. اینا هم که اگه بشناسید مردم فکرم بیکینه مادم بودن. آره درسته. ولی خب من دیگه زیاد نمیگم، شما باید حدس بزنید. اینا که این دو نفر شما دیگه 100% بشناسید با این که شبیه حبابه. بعد شما بشناسید دیگه کیان و چه کاراکترایی هست. این هم باید بشناسید. این نمیدونم خبرنگار بود چی بود. آره خبرنگار بیکینی باتم بود بعد که اخبار و اینجور چیزا رو میگفت. میکنم اینجا کنسرت اینا باید باشه. درسته کنسرت باشه. دارن کنسرتشون رو اجرا میکنن. دمشون گرم واقعا. اینجا رو ببینید که چی کار دارن میکنن. خب بکنم تموم شد. نه نمیدونم چی شد. صدا چرا رفت. صدا اومد. مردم دارن تشویق میکنن بنازم. کنم اینم انجام شد. آها البته میدونین چی بود این چیزی که ما باید آهنگ بذاریم برای مردم. مرحله بعدی رفت بچه‌ها. خب اینم از اینو به حاجی اختاپوس به من کلارینت دادی بینوزم. اختاپوس دستت در نکنه. واقعا به راضی به زحمت نبودیم اختاپوس. خواهش میکنم. من خیلی خوب کنسرت رو اجرا کردم. این کلارینت هم خودم یه دونه داشتم قبلا. اینو هدیه میدم به شما. دستت در نکنه. واقعا دمت گرم. بده ما هم یه استفاده کنیم. دستت در نکنه اختاپوس. واقعا مرسی. خداحافظ. باشه برو خداحافظ.
خدا حافظی. بچه یه آهنگمون خدا حافظی ای نمیدونم چی. خب بچه ها مرسی که تا این ویدیو همراه بودی. ببینم حجم ویدیو چقدر شد. حجم ویدیو خیلی زیاد شد. بچه ها مرسی که تا این ویدیو همراه بودی. حتما اگه این ویدیو رو داری از آپارات نگاه میکنی حتما کانال آپارات ما رو دنبال کنه، زنگوله براشم روشن کن که هر موقع ویدیو گذاشتم سریع با خبر بشی و آپارات بهت خبر بده و مطلعت کنه. و اینکه حتما لایک هم بزن، لایک بغلم بزن که ویدیو بالای 400 تا باشه میریم سراغ ویدیو بعدی و پارت بعدی. اگه این ویدیو رو داری از چنل یوتیوب داری تماشا میکنی حتما چنل سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم روشن کنید که هر موقع ویدیو گذاشتیم یوتیوب بهتون خبر بده و مطلعت کنه. و اینکه ما حالا مثلا اگه می‌خواستیم ویدیو بزنیم تو به کانال روبیکا بهتون اطلاع رسانی میکنیم. و اینکه بچه‌ها دیگه حرفی دیگه ای نمونده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای بعد خدا یار و نگهدارتون. خدا